سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که با شور کودک تاجیک در روسیه بے پرستار مانده به تاجیکستان برگردانیده شدند. سفارت در اطلاع کوتاهش گفت 3 ایون سال 2024 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه 4 نفر شهروندان نابالغ جمهوری تاجیکستان که در فدراسیون روسیه بے پرستار مانده بودند طبق سازشنامه کیشنیوف اوید به همکاری‌های دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل اوید به برگردانیدن شهروندان نابالغ به جمهوری تاجیکستان برگردانیده شدند. درباره اینکه به چه سبب این 4 نابالغ در روسیه بے پرستار ماندند در اطلاع سفارت چیزی گفته نشده است، ولی در اکثر موردها فرزندان نابالغ مهاجران تاجیک در صورت مرگ والدان آنها و یا به یگان گناه بازداشت و زندانی شدنشان در روسیه بے پرستار میمانند. در روسیه بنا به حسابها تا 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکند. مبلغ‌هایی که از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران به تاجیکستان فرستاده میشوند یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها و هم یک عامل اساسی حرکت عربه تجارت و اقتصاد این کشور دانسته می شود. هزاران نفر از مهاجران تاجیک همراه خود زن و فرزندانشان را نیز به مهاجرت میبرند، ولی در مسافرت گاه اتفاقهای گوناگون پیش میآیند که باعث در شرایط مشکل افتادن و بے پرستار ماندن فرزندان این مهاجران در ملک غربت میشوند. همین طور بسیاری از مهاجران تاجیک در روسیه با زنان محلی و یا با شهروندان کشورهای دیگر ازدواج کرده از آنها صاحب فرزند میشوند، ولی بنا به وجود مشکلات زیاد حقوقی در برخی موردها پدران تاجیک از حق و امکان نگهبانی فرزندان خود محروم میشوند و این طفلان یا در دست مادران روسشان میمانند و یا به یتیمخانه میافتند. برخی دیگر از کودکانی که در ملک غربت بے پرستار میمانند فرزندان زنان مهاجر از تاجیکستان از علاقه‌های جنسی نامشروع آنها در دوران مهاجرت است. این زنان از ترس اینکه در تاجیکستان شرمنده نشوند از فرزندان در مسافرت به دنیا آوردهشان دست میکشند و در این حالت نیز سفارت دست به کار میشود تا این فرزندان تاجیک را به وطن بفرستد. موردهای نیز است که مهاجران تاجیک به وطن برگشته زن و فرزندان در روسیه مانده خود را فراموش میکنند و برخی از آن مادران تنها مانده میوه ازدواج خود با مهاجران تاجیک را به یتیمخانه ها سپرانده نمیشوند. در چنین صورت مقامات روسیه باید نهادهای دیپلماتی تاجیکستان را در جریان گذارند و دیپلمات‌های تاجیک در پی به وطن و به پیش خویشاوندانشان فرستادن این کودکان میشوند. سفیر سابق تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف بار در این مسئله گفته بود که تاجیکستان فرزندان پرتوی ندارد و همه کودکان تاجیک را مادروار به آغوش میگیرد، تربیت میکند و به وای میرساند.